فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عابد جان از تاجیکستان پرسیدن که زکات به چه کسانی داده می شود و آیا کسی میتونه به پدر و مادرش هم زکات بده؟ زکات رو اصناف متعددی 8 صنف هستند که الله متعال در قرآن کریم اونها رو مشخص کرده که فقرا هستند، مساکین هستند، انسان‌هایی که در به اصطلاح زیر بار وام رفتند، مجاهد هستند در راه الله متعال، یا مسافر و در راه مانده هستند برای آزادی بردگان، یا مواردی از این قبیل می شود این زکات رو پرداخت کرد. منتها به کسانی که از نظر شرعی تکفل اونها و یعنی هزینه زندگی پرداخت کردن اونها بر این شخص جای لازم هست، نمیتوند به اونها زکات بدن. مانند پدر و مادر که در هر صورت بر فرزند لازم هست که هزینه زندگی پدر و مادر را و به اصطلاح باید پرداخت بکند و جز عیال این فرزند حساب میشون، هم و همچنین برعکس هم، یعنی پدر و اون فرزندی رو که دارد حتما باید اون غذایش را، لباسش را باید فراهم بکنه. در این موارد دادن زکات به این افراد جایز نیست. پدری مثلا فرض بکنیم که فرزندش دچار به اصطلاح یک حادثه‌ای براش پیش اومده و هزینه زندگیش کاملا جدا هست و زیر بار وام رفته، در این صورت میتوند پدر به این فرد به اصطلاح زکات بده در این موارد. اما این که فردی زکات را به پدر و مادر خودش بدهد، این جایز نیست، که زیرا که اساساً تأمین هزینه زندگی پدر و مادر بر عهده فرزند لازم هست. اما به بقیه خویشاوندان و اقوام مانند برادران و بقیه اشکالی ندارد و جایز هست، در صورتی که به اصطلاح فرزندانی رو، خصوصا در زمانی که فرزند دارن، مثلا زمانی که یک برادر از خودش فرزند دارد، دیگه اون برادر از این برادر، این برادر از اون برادر دیگه ارث نمیبرد، ارث اون فرزندان خودش میبرند. در زمانی که ارث از اون نمیبرد، پس بنابراین دادن زکات هم به اون هیچ اشکالی نداره. یعنی میتونیم بگیم کسانی که دادن نفقه به اونا واجب هست برای انسان، بله، به اونا نمیشه که هر زکات کسی داد. که تأمین هزینه زندگیش و نفقه زندگیش بر عهده مال لازم هست، دادن زکات به اون جایز نیست. بله. اگر در بین اقوام فردی باشه که جز موارد زکات هم باشه و از خویشاوندان هم باشه، آیا اجر ثواب بیشتری انسان میگیره؟ اگر انسان یعنی عمه، خاله، بله قطعا، اگر انسانی که به اصطلاح نیازمند هست و جز مشمول این اصناف هست، یعنی فقیر هست و نیازمند هست که مال زکات به تعلق میگیرند، اولاتر و بهتر این است که این زکات رو به خویشاوندان و نزدیکان خودش بدهد، به پسر عمو، دختر عمو و بقیه اقوامی رو که به اصطلاح دارند و نیازمند هستند، زیرا که این از یک طرف صله رحم هست و از یک طرفی همون به اصطلاح پرداخت زکات هست که دو عمل نیک رو در اینجا در واقع انجام